واقعا خیلی زیبا، خیلی عمیق و همگانه صحبت کردن. ما صحبت‌هایشان مستفید شدیم. خداوند اجر و دامه رسید. در مورد شخصیت فرهنگی و ادبی که قرار است صحبت کنیم، خواجه شمس‌الدین محمد حافظ. حافظ شیرازی در سال 726 یا 727 هجری قمری در شهر شیراز دیده به جهان شد. حافظ در زادگاه خود تحصیل علم را برد. قرآن را حفظ نمود. و قول خودش قرآن را با 14 روایت می‌خواند و تخلص شیری وی نیست و همین مناسبت بوده است. عشقت رسد به فریاد هر خود بسان حافظ، قرآن زبر بخونی در 14 روایت. یکی از نقاط عطف در زندگی عارفانه حافظ ملاقات وی با شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. حافظ در 60 سالگی با مدت 40 شبانه روز در یک دایره‌ای که دور خود کشیده بود ریاضت کشید. در صبحگاه روز 40 عطار یک جام نوشیدنی بود و حافظ با نوشیدن آن جام بود معنوی و درک جدید از خدا برایش گشوده شد. در مورد درونمایه اشعار حافظ محمد استیلایی چنین میگوید: به طور کلی درونمایه اشعار حافظ به 3 دسته تقسیم می شود: اشعار عارفانه، اشعار عاشقانه و اشعار رندانه. حافظ با تلفیق اندیشه های عرفانی و عاشقانه سبک خاصی در شعر فارسی ایجاد کرده که تا امروز نظیر ندارد. حافظ تمام آن را با ریاکاران و زورفروشان دروغین مبارزه کرده است. در نگاه حافظ نه در تبسم گل نشان وفا هست و نه در ناله بلبل آهنگ امید. از این بیشتر در مورد حافظ شیرازی پای صحبت‌های عالمانه جناب سید عطاالله مهاجرانی، محقق، پژوهشگر و نویسنده معروف کشور همسایه‌مان جمهوری اسلامی ایران می‌نشینیم و از آن مستفید می‌شویم. جناب استاد سید عطاالله مهاجرانی. نام خداوند جان و مغفرت. من بسیار متشکر هستم از دوست عزیزم جناب آقای ودا، هم از دعوت، هم از لطفی که داشتن. ایشون در واقع با اون نگاه زیبا پسند خودشون سخن گفتن. این نکته ایست که در کتاب معارضات زمینیان بلژیک هست به الهه درخشنده الهام بخش ناتانائیل، اتفاقا شبیه اسم من هست، ناتانائیل یعنی عطاالله. این ناتانیاهو علیه معلی هم اسمش همین هست، در واقع هدیه‌ای و عطیه‌ای از خداوند. در اون کتاب میگوید ای ناتانائیل بکوش تا زیبایی در نگاه تو باشد، نه به آنچه می‌نگری. این یکی از مهمترین سرفصل‌های زندگی و شناخت است. من بسیار متشکرم از اون خوبی و زیبایی که در نگاه شماست. من خیلی استفاده کردم از جناب آقای مهندس که قصه رو از مثنوی توضیح دادم. خب دقیق هست که من در خانه مولانا، در بنیاد مولانا باشم و از مولوی سخن نگم. این قصه ای که گفته شد یک پیام دیگری داره. اون پیام دیگر خیلی زندگی سازه. ما توانایی ندانستن داشته باشیم، نه توانایی دانستن. به عنوان رشد و محرک
نهضت نواندیشی در جهان مطرح شد که جرأت دانستن داشته باش. مولوی میگه جرأت ندانستن داشته باش. این خیلی حرف مهمی هست. البته به یک معنا ما ریشه های این بحث رو در معارف دینی و اسلامی خودمون هم پیدا میکنیم. لا تجسسوا به قرآن میگه یعنی چی؟ یعنی جرأت ندانستن داشته باش. لا تسألوا اما یفعل، سوال نکن، در واقع سوال نکن، تجسس نکن، غیبت نکن، ندان. به خاطر اینکه در زندگی مدیریت ندانستن ها خیلی مهمتر از مدیریت دانسته ها هست. به خاطر اینکه ما با یک دریای مواجی از ندانستن روبرو هستیم که نیاز مدیریت داره. این نگاه در واقع به شکل‌های دیگری هم در تاریخ معاصر جهان مطرح شده. یک نویسنده ایتالیایی بسیار بسیار درخشان و محبوب، ایتالو کالوینو دعوت شده بود که چند سخنرانی در دانشگاه هاروارد داشته باشه. 6 سخنرانی در سال 1985. او رو دعوت کردن. 1 سال تمام کالوینو نشست و این 6 سخنرانی رو نوشت. بلیط گرفتم که کالوینو در سال 85 سفر بکنه به امریکا. روز قبل از سفر فوت کرد در 63 سالگی. همسرش استر کالوینو این 6 سخنرانی رو چاپ کرد با هم، در واقع 2 سال بعد منتشر شد به نام 6 یادداشت برای هزاره بعدی. به انگلیسی ترجمه شده، پنگوئن هم چاپ کرده چون بسیار کتاب با اهمیتی است. 6 Memo on a New Millennium برای هزاره بعدی، در واقع 6 یادداشت هست. یادداشت اولش یک بحثی رو مطرح کرده کالوینو به عنوان سبکی. حالا این سبکی کالوینو چه ربطی پیدا میکنه با این جرأت ندانستن مولانا؟ من اشاره میکنم. میگوید که شاعران در شعری که میسرایند دنبال وزن میگردند. چه وزنی در واقع این شعر داشته باشه؟ من که 40 سال هست قصه نویس هستم دنبال سبکی میگردم. در واقع من چه کنم که در داستانهای من اون سبکی رو پیدا کنم؟ بعد این تعبیر رو داره که ما با وزن سنگین میشویم، با سبکی پرواز میکنیم. ببینید ما با داشته هامون سنگین میشیم، با نداشته هامون پرواز میکنیم. ما وقتی میبخشیم پرواز میکنیم، وقتی چنگ میزنیم که به دست بیاریم سنگین میشیم. ما اگر چند تا خونه داشته باشیم بیشتر سنگین میشیم. اگر چند تا ماشین داشته باشیم بیشتر سنگین میشیم. اگر ماشینمون رو بخشیدیم یا خانه رو بخشیدیم یا آنچه که دوست داریم بخشیدیم، ببینید قرآن میگه که شما سبک باشید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در عین نیاز در واقع پرواز میکنم. این سخن مولانا در این قصه جرأت ندانستن داشته باش. سومیش که در واقع به این مفهوم نزدیک شده راسل هست، فیلسوف بزرگی که ما در سرزمین او زندگی میکنیم. راسل در جوانیش کتابی نوشت در ستایش بطالت. خیلی مفهوم غلط انداز و در هر حال غافلگیر کننده است. مگر می شود to praise the idleness، مگر می شود بطالت رو بحث کرد؟ میگه علتش اینه که جدیت ما رو توی یک مدار تکرار میندازه. گاهی که از این مدار تکرار ما بیرون راه میدیم، یه جایی میفتیم، به زندگی فکر میکنیم، یک دفعه زندگی ما تغییر میکنه به خاطر اینکه ما از مدار تکرار خارج میشیم. و میگوید که در واقع تاریخ هنر رو در واقع علم و خیلی از مواقع همون مواقعی که به ظاهر بطالت میرسه به ما کمک میکنه. این 3 نکته، یعنی نکته راسل، نکته کالوینو، نکته مولانا سرور همه ما، در واقع اینها نکاتی است که ما کمک میکنه که ما زندگی رو بهتر دریابیم. و اما حافظ، یک بیتی از حافظ هست که این بیت رو
مرحوم حاج آخوند ما در واقع خیلی از وقتا زمزمه میکرد، در قنوتش هم خوانده بود. اون بیت این بود که به طب در زندگی من هم این بیت مثل این تابلوهایی که به دیوار میزنند در واقع مثل پرچم در زندگی من هم حضور داره. خوب دقت بکنید. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین، آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. الله اکبر از این بیت. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین، آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. چه اتفاقی افتاده که حافظ در واقع چنین جهان رنگین پرتنوعی برای خودش ساخته؟ البته اون گوید که این راه آسانی نیست، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد. هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد. هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت، نه با جارو، نه با دست، نه با پا، با رخساره. معنی در واقع بیت روشن هست. حالا نمونه های دیگری هم میتوان دریافت. من امروز دوست دارم در جمع عزیز دوستان علاقه‌مند مولانا و این میراث بزرگ فرهنگی و حماسه اندیشه در واقع برای همه ما و همین نکته اشاره بکنم که مولانا چگونه مولانا شد و حافظ چگونه حافظ شد. اینا از کدوم راه آمدن که به این نقطه رسیدن که این دید رو پیدا کردن. ببینیم کس ندیده است مشک ختن و نافه چین. ندیده است، نه اینکه ندانسته است. این برای در واقع دانستن یعنی دیده. این دیدن غیر از دانستن هست. گفته می شود که یک دیداری بین ابوسعید عبدالخیر برگزار شد و ابو علی سینا. دیدار که تمام شد به ابن سینا گفتن که ابوسعید رو چگونه دیدی؟ گفت آنچه را من میدانم و میبینم. در واقع دیدن ورای دانستن هست. و همین خاطر هم در قرآن مجید ما تعبیر علم الیقین رو داریم، دانستن، و عین الیقین رو داریم، دیدن. یعنی ما یقین رو میبینیم. جانم شنید قصه ایمان و مست شد. او قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. مولوی. جانم شنید یا گوشم شنید قصه ایمان و مست شد از شنیدن. او قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. اون دیدن در واقع وقتی اتفاق افتاد یک جهان دیگری رو ما می‌بینیم. این جهان دیگر، این دیدن، من یک در واقع پاسخ رو میخوام در جمع از شما امروز مطرح بکنم که اون دیدن برای مولانا و برای حافظ یک روایتی هست، یک دیداری هست که با قرآن مجید داشتند. یعنی در زندگی مولانا و در زندگی حافظ. حالا حافظ که به صراحت میگه که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. در واقع هر چی که من دارم از دولت قرآن هست. جاهای مختلف دیوان هم میشود یافت و دید که چگونه لطایف حکمی را با نکات قرآنی جمع کرده، قرآن رو با 14 روایت میخواند و اساسا حافظ هست. این حافظ قرآن مجید هست. این حافظ قرآن مجید یک صورته. اون دیدن قرآن مجید مهمه، نه در واقع الفاظ قرآن مجید. این تعبیر از پیامبر هست، از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان القرآن عبارات و اشارات و لطائف و دقایق.
و اما العبارات فللعوام و اما الاشارات فللعلماء و اما اللطائف فللاولیا و اما الدقائق فللانبیا. قرآن 4 تا بخش داره. یکی عبارت هست، صورت و ظاهر قرآن هست که خب همه میخونن، مثل ما که در واقع قاری قرآن هستیم در مسجد منطقه. یکی اشاره هایی است که در قرآن مجید هست، یعنی ما در یک متن یک اشاره رو پیدا میکنیم. در داستان مثنوی فرض بکنیم که اینکه من گفتم جرأت ندانستن یک اشاره است، یک اشاره است. یا اینکه در واقع مولوی میگوید که خون همی جوشد منش از شعر رنگی میدارم. این شعر من در واقع اینجوری نیست که حالا من دارم با دنیای الفاظ بازی میکنم. این در واقع از درون من جوشیده. همین حرف تی.اس. الیوت شاعر معروف در واقع به یک معنا دانسته یا نادانسته در واقع اقتباس هست که از اون پرسیدن که شعر چیست؟ گفت شعر در واقع تغییر مرکب هست به خون و خون به مرکب. یعنی ما در واقع شاعر باید خون خودش رو تبدیل به مرکب کنه. در کتاب چنین گفت زرتشت نیچه همین مطلب هست. Changing the blood to the ink. ما در واقع باید خونمون رو تبدیل به مرکب کنیم. رو شما این تبدیل در واقع مولوی که چند مرحله و چند پله بالاتر خون من هم میجوشد منش از شعر رنگی میدم تا نه خون آلوده گردد جام خون پالایه‌ای. گر شود موسی الله اکبر گر شود موسی بیاموزم کلیمی را کمان ور شود عیسی بگیرم ملت نصرانی یا ترسایی. این در واقع یک دفعه من حرکت میکنم. اگر محبوب من معشوق من در واقع موسوی است من میشم موسی. اگر او در واقع مسیحی است من میشم عیسی. در واقع من کاملا به اون اوج و قله اون حقیقت و اون آرمان میرسم. این نکته رو که من گفتم که در واقع با شناخت قرآن مجید یعنی عبور از عبارات و اشارات و لطائف و دقایق رسیدن، ممکنه این بحثی که براتون مطرح میکنم تازگی داشته باشه. یعنی در حافظ شناسی هایی که من دیدم به این توجه نکردم. حافظ که به طب نظارت کرده بر حتی چاپ معنای نسخه نویسی در واقع دیوان در روزگار خودش به روایت محمد گلندام، یعنی غزل علایا ایها الساقی که اول هست حافظ گفته اول باشه. خب علایا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان مدور و یفتاد مشکلها به بوی نافه‌ای کافر سبازان پره بگشاید ز تاب جعد مشکی نقش خون افتاد در دلها به می سجاده رنگین کن گرت تیر مغان می‌گردی که سالک بی خبر مبود ز راه و رسم منزلها شب تاریک و بیم موج و گردابی چون ناهل کجا دانم حال ما سبکباران سازم. ببینید این شروع دیوان علایا ایها الساقی البته سعودی شارع ترک حافظ میگوید که حافظ از یزید ابن معاویه گرفته این در واقع مصرع اول را علایا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. میگوید که یزید شعری داره که انا المسموم ما عندی به فریاد و داراقی ادر کأسا و ناولها علایا ایها الساقی. یزید مطلقاً چنین شعری نداره. اگر ما همه در واقع مفهوم رو جستجو بکنیم خب دیوان یزید هم منتشر شده چنین شعری یزید نداره. بعدا علامه محمد قزوینی در مجله یادگاه در سال 1324 در اردیبهشت ماه شماره 9 یک مقاله بسیار مفصلی نوشت و نشون داد که نه اساساً هیچ ربطی به یزید نداره، بلکه غزلی از سعدی بوده. کسی بعد از سعدی بین سعدی و حافظ این غزل رو تنظیم کرده شبیه این شده. اما غیر از حرف محمد قزوینی
برای حافظی که با تمام ظرافت‌های قرآن مجید آشناست، تمام ظرافت‌ها. این آیه رو توجه بکنید، آیه 21 سوره انسان هست. سوره انسان جز سوره‌های شگفت‌انگیز قرآن مجید. نفسی رو در واقع شما وقتی این سوره شروع لم یکن در واقع از آغازش هل اتی علی الانسان شیء من الدهر لم یکن شیئا مذکورا تا میرسیم به این آیه که آیه 21 سقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند به اینها به عنوان ساق شراب پاک می‌نوشاند. تازه شرابا طهورا نه شرابا طاهرا. یعنی وقتی طهور هست مبالغه هست در طهارت، یعنی این شراب هم طاهره هم مطهره، یعنی پاک کننده است که بعدا شما در تفاسیر قرآن مجید، تفسیر امام فخر رازی، تفسیر سلمی، تفسیر ابوالسعود، تفسیر بغلی، تفسیر قشیری می‌بینید که اشاره می‌کنن بعد این در واقع طهور که هست یعنی پاک کننده هست. پاک کننده به این معنی که در واقع باران، این طهور قرآن دوبار به کار برده، انزل من السماء ماء طهورا سقاهم ربهم شرابا طهورا. باران برای که از آسمان میآید طهور، پاک کننده است. شرابی که خداوند می‌نوشاند هم پاک کننده است که بعد اشاره می‌کنن که در واقع این پاکی روح انسان هست. ما با باران تن خودمون رو پاک می‌کنیم، با آب، با شراب الهی جان خودمون رو پاک می‌کنیم. در سالنامه حافظ هست که بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. این می که ما در واقع میبینیم که نه کرامت می‌افزاید، نه کمال می‌آورد، نه حال می‌آورد، تأسیس رو در واقع در تأسیس قرار میده. البته باز هم مثلا میشه سخن مولانا بر سجد نشینه، باده مسکینان خورند ما زمه خوشگل کرد. آدمی که مسکین هست در واقع باده میخوره که خوشگل بشه، ما از من خوشگل‌تر هستیم. در واقع به یک نقطه رسیدیم که در واقع اگر مستی شراب سردرد هم روی خودش میاره، این مستی که مستی با سردرد نیست، این در واقع مستی جان هست و مستی روح هست. پس اینجایی که حافظ میگه الا یا ایها الساقی، ای خدا، این همون بسم الله است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این جام رو بگردان و این یک جام در واقع همیشگیه. در قرآن مجید داریم در سوره نبأ کأسا با خداوند وقتی که این شراب رو اونها می‌نوشانه، منتها اینجا تفاوتش اینه که ساقی خداونده. اونجا میگوید که شراب در واقع کأسا با یک جام در واقع همواره رو می‌گردانن برای این مستان بهشتی. اینجا سقاهم ربهم، حالا این هم که تکرار میشه 1001 لطافت درش هست. سقاهم ربهم شرابا طهورا. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. منتها به نام اون خداوندی که ساقی است، به نام خداوندی که در واقع شراب رو به ما می‌آشامد، به نام خداوندی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. این عشق همون فطرت الهی بود که ما نسبت به خداوند داشتیم، یعنی خداوند در درون ما، در نهاد ما گرایش به خودش رو قرار داد. منتها این گرایش نابود نمیشه در ما، اما غبار میگیره. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. سوار کشتی که میشن تا در واقع این ناآرامی ها و التهاب و طوفان رو میبینن، میگن خدایا به داد برس.
خدایا پناه بردار. مثل همه ما که وقتی در مخاطره میافتیم به یاد خدا میافتیم. اما قرآن میگوید که فلما نجاهم من البر، وقتی پای اینها به خشکی میرسه فراموش میکنن. قبلش توحید بود، اما اینجا شرک در واقع پیش میان، به سوی شرک میرن. میبینیم که در واقع همون بیت اولی که ما در ایمان خوندیم یک دفعه داستان فطرت الهی که اساساً پیامبران برای همین اومدن. در خطبه نخست نشر بلاغه که به خطبه توحیدیه معروف است، حضرت امیر همین رو اشاره میکنن که پیامبران آمدن و واتر الیهم انبیاء و بعث فیهم رسلا لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته لیحتجوا علیهم بالتبلیغ و یطیروا لهم دفاعن العقول. اصلا پیامبران بودن گنجینه خرد رو به انسان نشان بدن، گنجینه خردی که در نهاد انسان بوده. اصلا این اثاره، این واژه قرآنیه، اثارة من العلم، یعنی ما غبارها و خاک‌ها رو در واقع اضافات رو کنار میزنیم، اون گوهر و جوهر رو پیدا میکنیم. اون گوهر و جوهری که پیدا میکنیم همون فطرت الهی. اما این فطرت الهی رو وقتی ما میخوایم در این دنیا پیداش کنیم بستی افتاد مشکل ها. در واقع این کار آسانی نیست. این در واقع همون کاریست که ما در زندگی خودمون یک صحبت رو اخیرا من شنیدم، بعد متوجه شدم که خب این قهرمانان ملی ما، حالا در ایران ما، در افغانستان شما و ما، در هر جای جهان، اینها درست تربیت شدن. رئیس ستاد ارتش ما سرلشکر محمد باقری فرار شد توی این حمله اولیه در واقع اسرائیل. برادر ایشون که از نوابغ استراتژیک جنگ دوران ما و عراق بود، حسن باقری. با مادرشون صحبت میکردن. خب مادری که به نظر میامد در آستانه پس از 80 سالگی است. اونقدر آرام حرف می‌زد درباره پسرش که حالا پسرش چند روز پیش در واقع شهید شده و همراه دخترش، یعنی نوش و پسرش شهید شدن. گفت آره این بچه‌های من دنبال زندگی روزمره نبودند، یعنی نگاهشون به زندگی چیز دیگری بود. دنبال این بودن که حقیقتی رو میشود در زندگی پیدا کرد، در جستجوی اون حقیقت باشم. که متوجه شدم که خب همینطوره، یعنی ما بسیاری آدم‌ها در زندگی دنبال یک سری واقعیت‌ها هستیم که انباشت کنیم، مثل اون بنده خدایی که میخواد زبان حیوانات رو یاد بگیره، حالا زبان حیوانات هم یاد بگیره. خب حالا مثلا اگر یه خونه‌ای داره، حالا مدام تو ذهنش هست که این خونه رو چجوری بزرگش بکنه. حالا اگر این مثلا ماشین هست و الان برقی اومده، حالا مثلا مدل دیگری اومده، یعنی همینجوری در واقع با این بال داره نه پرواز داره حرکت میکنه. من نمیخوام در واقع نقد کنم، میخوام زندگی معمولی رو بگم و یه کسی که در واقع شکل دیگری نگاه میکنه. در این غزل یک بیت دیگری هم هست، من همون رو هم توضیح میدم و زحمت رو کم میکنم. بیت دیگری هست که شب تاریک و بیم موج و گردابی شد این حاقل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. این بیت تفسیر آیه 40 سوره نوره. سوره نور سوره عجیب و غریبیه. خب آیه نور آیه 35 این سوره هست که صدرالمحققین شیرازی در واقع در تفسیرش مفصل‌ترین و دقیق‌ترین و زیباترین تفسیر رو برای نور نوشته. منتشر هم شده، به انگلیسی هم ترجمه شده، در لندن هم چاپ شده کتاب مناسب رو به انگلیسی. خداوند همه در واقع نور رو که اساساً مساوی یا مسابق هستی است، نور یعنی وجود، چون که سهروردی گفت این نور رو خداوند در آیه نور گفته که آشنا هستی. بعد یک دفعه بعد از آیه نور آیه ظلمات هست. البته این هم جزء اون لطایفی است که در قرآن مجید ما داریم. ما در قرآن مجید واژه ظلمت نداریم
و در قرآن مجید واژه انوار نداریم مطلقا. نور در قرآن مجید همیشه مفرده، چون ذات نور یگانگی است و توحیده. ظلمات همیشه جمعه، چون ذاتش در واقع پراکندگی، از هم گسیختگی. اصلا شما ببینید چطور ممکنه یک نویسنده‌ای اگر این کتاب زمینی و انسانی بود، یک نویسنده مراقبه که یک واژه‌ای رو مفرد به کار نبره، ظلمات، و یک واژه رو جمع به کار نبره. من مقایسه کردم در کتابی که حافظ نوشتم، حضور حافظ، که در واقع مثلا حافظ خودش هم ظلمات رو به کار برده، هم ظلمت رو، هم انوار رو به کار برده، هم نور رو به کار برده. تازه حافظ در واقع در تراش واژگان بی‌نظیره. شما این در قرآن مجید می‌بینید که این گونه است. آیه ظلمات، نور ذکر شده. حالا شما ببینید بعد در سوره نور میرسیم به آیه ظلمات. او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. یا مثل یک تاریکی هایی است در یک دریای متلاطم. لجی در واقع یعنی متلاطم. این لجی فقط یک بار در قرآن به کار برده شده، همینجاست. جای دیگری ما لجی رو نداریم. یک دریایی که در واقع وقتی که ما نگاه می‌کنیم کاملا متلاطمه. این دریایی که متلاطم هست، موج چهرش رو گرفته، یغشا و موج. بالای این موج ها موجه. اصلا ما در دریا ندیدیم که بالای موج ها موج باشه. در واقع موج ها دارن در چهره دریا، حتی دریای دور. میگه نه، این بر بالای این موج ها موجه. در بالای موج های طبقه دوم هم ابرها هستن، همشون از جنس ظلمات هم. نه از جنس آب هستن دریا. ظلماتون بعضها فوق بعض. یعنی بعد مفسران بزرگ ما مثل امام فخر رازی گمان کرده که نه، این ظلمات صفت دریاست. نه، صفت نیست، دریای ظلماته. یعنی دریا جنسش ظلماته. خب حالا کسی که تو این دریاها گیر کرده، طبیعی است که بیم او رو میگیره، طبیعی است که میخواد نجات پیدا کنه. حالا دستشو میخواد بیا بیرون، نه خودش دستشو میبینه، نه کسی دست او رو میبینه. اذا اخرج یده لم یکد یراها. اصلا نمیشه این دست رو دید. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ببینید آیه نور، آیه 35 با الله نور السماوات شروع شد. آیه 40 که آیه ظلماته با واژه نور تمام شد. یعنی یک دور کامل در اتفاق افتاد. شب تاریک و بین موج و گردابشون کجا دارند حال ما سبکباران صاحبها. سبکباران کیا هستن؟ اونایی که در زندگیشون نور هست. این نور در واقع نور خداوند هست که مهمترین کلمه نور خداوند برای ما، برای حافظ، برای مولانا، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. یا شما مثنوی رو که ببینید، کتابی رو آقای بهاءالدین خرمشاهی با همکاری در واقع دانشجویان دیگری تدارک دیدن. قرآن و مثنوی، قرآن مجید که 6662 و همین آیه داره، ما رد حدود 4000 آیه رو توی مثنوی پیدا میکنیم. یا به صراحت، یا به اشاره، یا به پیام، یا به مفهوم و پیداست که در واقع این تفسیر قرآن مجید غیر از تفسیر قرآن مجید نمیتونه باشه. یعنی بعضی از مواقع هم هستش که ما اونچنان نکات تفسیری رو در مثنوی میبینیم که در هیچ تفسیر دیگری نمیبینیم، به خاطر اینکه در واقع او از یک نقطه قرآن مجید رو دیده که علم کتابی نیست، در واقع دیده، کس ندیده است ز مشک ختن و نافیه، ندیده است. یعنی در واقع دیده، مولوی دیده، حافظ دیده. وقتی که دیدن شما میبینید که در غزل اول، حالا من 2 نقطه‌شو گفتم،
در این غزل به تعداد هر مصرعی یک نکته وجود داره، یعنی به تعداد هر بیتی چند تا در واقع نکته وجود داره. امیدوار هستم که از اون حدی هم که مدیر محترم جلسه معین کردم، من دیگه به دلیل مهمان شما بودم بعدی بیشتر صحبت کردم. امیدوار هستم که ما قدر مولوی و حافظ رو بکنیم. از جناب دکتر